تهران، زمستان 1294 شمسی. پیرمردی در حجره ساکت بازار سکه‌ای از جیب عبایش بیرون می‌کشد. برق نقره در نور چراغ نفتی می‌درخشد. نقش شیر خورشید با غروری خسته و نام احمدشاه، پادشاهی جوان که هنوز نمی‌داند تختش تا چند بهار دیگر پابرجاست. پیرمرد با دقت سکه را در دستانش می‌چرخاند. گویی دارد تکه‌ای از زمان را لمس می‌کند. آهسته می‌گوید این سکه روزی گواه پایان یک سلسله خواهد بود. حالا بیش از 100 سال گذشته. سکه 2 قران دیگر نه در جیب بلکه در ویترین کلکسیونرها و عاشقان تاریخ خانه کرده. این سکه فقط یک قطعه نقره نیست، زمزمه‌ای است از دوران قاجار، از بازارهای کهنه، از مردمی که دیگر نیستند و از پادشاهی که نامش در دل فلز حک شد تا فراموش نشود.